Victor purchased a building after Umbrella went under. بالاخره کپکام حضور لیون اس کندی رو توی بازی رزیدنت ایول ریکوین تایید کرد. توی این ویدیو میخوایم آخرین تریلر بازی رو مورد بررسی قرار بدیم. Dr. Gideon has been expecting you. You there, Leon? Yeah. با انگما داب همراه باشیم. قبل از اینکه به لیون اس کندی بپردازیم، وقتشه که ببینیم اون شخصیت ترسناک زیر هودی واقعا کی بوده. It hasn't been easy. دکتر ویکتور گیدن محقق شرکت آمبرلا بود. در سال 2003 که آمبرلا ورشکست شد، اون مرکز داروسازی رودز هیل رو خریداری میکنه. در طی سالیان اون سعی داشت که یک پروژه دولتی به اسم الپیس رو آزاد کنه. پروژه‌ای که به استریلیزاسیون شهر راکون در سال 1998 مربوط میشد که باعث ویرانی این شهر شد. ویکتور متوجه میشه که آلیسا اشکرافت یک روزنامه‌نگار جنایی از عملیات مخوف اون مدرک داره و تصمیم به افشای اون داره. پس اقدام به ترور آلیسا میکنه. در اکتبر سال 2028 ویکتور متوجه میشه که دختر آلیسا یعنی گریس اشکرافت کلید آزاد کردن پروژه الیپسه. پس گریس رو میدزده و به قصر خودش در رودز هیل میبره که با دخالت مأمور DSO لیون اس کندی نقشه هاش اونجوری که میخواست پیش نمیره. Hey, over here. FBI. What are you doing here? Would you like to see what's hidden under the hood? Don't do anything stupid. Me? Never. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. منتظر قسمت های بعدی باشین.